سلام به همه شما همراه خوبم در یوتیوب. امروز قرار با هم به یکی از خاص‌ترین تجربه‌های من سفر کنیم. نمایشگاه جیتکس در شهر دبی، یکی از بزرگترین و هیجان انگیزترین رویدادهای تکنولوژی در دنیا، جایی که آینده رو از نزدیک میتونی لمس کنی. من امسال این فرصت رو داشتم که به عنوان ویدیو میکر در این رویداد شرکت کنم. حالا میخوام شما رو هم شریک این تجربه کنم. اگه به تکنولوژی استارتاپ ها، هوش مصنوعی، ربات ها، واقعیت مجازی و آینده دیجیتال علاقه‌مندین، این ویدیو رو از دست ندید. پس کمربنداتون رو ببندین چون قراره با هم بریم وسط قلب نوآوری. نمایشگاه GTX که هر سال در دبی برگزار میشه، امسال بیش از 6000 شرکت از 170 کشور را به خودش جذب کرد. در واقع این نمایشگاه به قدری بزرگه که برای دیدن کاملش حداقل به 2 یا 3 روز زمان نیاز دارید. هر سالن یه دنیای جداست، از تکنولوژی سلامت گرفته تا هوش مصنوعی، از تکنولوژی شهرهای هوشمند تا فناوری‌های ثبت و پایدار. چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که چه استارتاپ‌های کوچک و چه برندهای غول مثل گوگل، هواوی، مایکروسافت همه کنار هم حضور داشتن. همه دنبال یک چیز بودن: ساختن آینده. بخش ترید و سرمایه گذاری جایی برای دیدار کارآفرین‌ها، سرمایه گذاران، شرکت‌های نوپا و غول‌های بین‌المللی بود. این بخش دقیقا مثل یه پل بین آینده سازان تکنولوژی و تامین کنندگان منابع مالی طراحی شده بود. اگه به سرمایه گذاری یا راه اندازی کسب و کار فکر می‌کنی، اینجا همون جایی بود که باید توش قرار داشتی. این بخش از نمایشگاه میتونه بهترین جایی باشه که سر بزنید. اولین جایی که توجه من رو جلب کرد غرفه مربوط به ربات‌ها بود. ربات‌هایی که میتونن زبان‌های مختلف حرف بزنن، چهره رو تشخیص بدن و حتی احساسات شما رو تحلیل کنن. جایی که تکنولوژی با خلاقیت دست میده. GTX یعنی دیدن آینده از نزدیک. GTX فقط یک نمایشگاه نیست، تجربه یه دنیای جدید. از ربات‌ها تا هوش مصنوعی، از استارتاپ‌ها تا غول‌های فناوری، یا جیتکسه جایی که آینده به حال وصل میشه. یکی از ربات‌ها با هم حرف زد و من شامت گفت. واقعا حس فیلم‌های علمی و تخیلی رو داشتم. خلينا نكسب جان. تکس جایی بود که حس می‌کردم توی یه فیلم علمی تخیلی ام. ربات‌هایی که حرف میزنن، ماشین‌هایی که خودشون رانندگی میکنن و مغزهایی که آینده رو طراحی میکنن. पार्टी करने गए اگه یه بار جیتکس بری دیگه دنیا رو مثل قبل نمی‌بینی. چیزایی دیدم که هنوز وارد بازار نشده. یه سفر کوتاه به آینده با من داشته باش. دل یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری دنیا بود. هر قدمی که برمی‌داشتی یک کشف تازه بود.
جیتکس یه نمایشگاه نبود، یه سفر به آینده بود. همه چی بوی تکنولوژی میداد، حتی نفس کشیدن. وسط ربات‌ها، استارتاپ‌ها و ایده‌هایی که هنوز به ذهن خیلی‌ها نرسیده. این بود جیتکس. با چشم خودم دیدم آینده چجوری قرار شکل بگیره. اگه تکنولوژی عشقته، اینجا بهشته. سه دو یک. Good to demonstrate something new. So you see, it's easy because you're obviously used to it. یکی از بخش‌های خیلی جذاب بخش هوش مصنوعی بود. خیلی از شرکت‌ها روی سیستم‌های پیش‌بینی کننده کار می‌کردن. مثلا یه پلتفرم که میتونه وضعیت سلامت شما رو از طریق آنالیز صدا تشخیص بده، یا یه اپلیکیشن دیگه که با بررسی رفتار خرید شما پیشنهادات شخصی سازی شده ارائه میده. بخش گیمینگ نمایشگاه جیتکس یه دنیای کاملا متفاوت بود. از تازه ترین تکنولوژی های گرافیکی تا هدست های واقعیت مجازی. برندهای بزرگ گیم، کنسول ها و سخت افزارهای گیمینگ همه توی یه فضای هیجان انگیز جمع شده بودن که هیچ کس دوست نداشت از اونجا بیرون بیاد. مسابقات زنده، تست بازی‌های جدید قبل از عرضه رسمی، استریم‌های لحظه‌ای و حتی تجربه گیم با هوش مصنوعی منو خیلی شگفت‌زده کرد. دادن. اگر گیمر باشی اینجا برات حکم بهشته، و اگه نباشی بعد از دیدن این بخش احتمالاً یه گیمر خفن شی. وقتی وارد بخش گیمینگ نمایشگاه جیتکس میشی انگار پا میذاری تو آینده. یه جاییه که تکنولوژی، خلاقیت و هیجان با هم ترکیب شدن تا یه تجربه فراموش نشدنی بسازن. لپتاپ های گیمینگ با سیستم های خنک کننده فوق پیشرفته گرفته تا مانیتورهای 240 هرتزی با زمان پاسخگویی زیر 1 میلی ثانیه. غرفه‌های بازی‌های جدید پر از آدم بود. هر روز صف کشیده بودن تا بازیایی رو امتحان کنن که هنوز وارد بازار نشده بود. هیجان تماشاچی‌ها، شور و هیاهوی استیج و جایزه‌های چند هزار دلاری همه چیز رو مثل یه فینال جهانی کرده بود. حتی اگر گیمر حرفه‌ای نباشی، فضا طوری طراحی شده بود که جذبش بشی. چون اینجا فقط بازی نیست، اینجا یک فرهنگه، یه سبک زندگیه، یه
دنیای بدون مرزه. در غرفه متاورس یه عینک واقعیت ترکیبی زدم که وارد یه فروشگاه دیجیتال شدم و حتی تونستم با آواتار فروشنده حرف بزنم. داداش بیا بستی. اینم میذارم دوام. منم میام توری داداش بیا این من بسته دیگه.